چطوری رفقا؟ من عیزا شکویی ام و امروز میخوام بریم عکاسی هوا هم که بارونیه. اینو چرا از اون بالا پرت میکنید؟ دروغ گفتن، اصلا کسی نمیتونه اون بالا باشه. اینم خالیه اصلا. اما لازم دیدم چند تا نکته قبل از رفتن بهتون بگم که خیلی برای خودم پیش اومده. اما قبل از هر چیز لطفاً ویدیو رو تا آخر ببینید، سابسکرایب کنید، اون زنگوله رو هم بزنید، کامنت انگلیسی بذارید، لایک هم بکنید. But I'm looking like a queen. You can come and have another, but you better kiss my ring. Welcome to the future, my name is Fly. Hello, hello, holla, hey, bye bye. اما یکی از نکاتی که قبل از عکاسی باید همیشه چکش بکنید باتری و رمه. من خاطرات خیلی بدی از این موضوع دارم. همیشه تا سر صحنه عکاسی رفتم و دیدم رمو جا گذاشتم. الان اونایی که با من در ارتباط بودم میاد زیر این پست فوش میدم به من و اینکه خیلی این موضوع پیش اومده برام. تا سر صحنه عکاسی رفتیم و دیدیم من رمو جا گذاشتم و دوباره برگشتیم، یا حالا با گوشی عکاسی کردیم و باتری که باتری هم همین موضوع، باتری رو من شارژ نزده بودم و تا سر صحنه عکاسی میرفتیم 4 تا شات میگرفتیم و میدیدیم که شارژش تموم شده و فوش میخوردیم و طوری شده بود که همیشه اونا به من میگفتن چیزی رو جا نذاری، شارژ کن دوربین تو. و یکی از این افراد محمد رضاست و اینکه همیشه رمو خالی کنید و این هم یکی از خاطرات بدیه که من باش برخورد کردم. همه چی رو چک کردم و رفتم سر صحنه عکاسی 4 تا شات دوباره گرفتم و دیدم حجمش پر شده و حالا باید می‌نشستم دوباره دونه دونه عکس‌ها رو دیلیت می‌کردم تا خالی بشه. اینا نکته‌ای بود که من لازم دیدم قبل از عکاسی بهتون بگم و الان من آماده رفتن به عکاسی هستم. همه اینا رو چک کردم و باز می‌بینید که رمو جا گذاشتم، رو گفتم رمو اینجا گذاشتم و